سلام خدا. اینن از پارک شهرمون، خیلی زیبا که خیلی زحمت زیادی شهردار محترمون کشیدن و اینجا به نمایش میذارم و از شهربازیشن اینجا دارین دیدن میکنید که به این شکله، خیلی شیک و این طرف هم سرسره هاشن و خیلی زیبا. و این پارک به دو قسمت با آلاچیکای زیبایی داره، به دو قسمت تقسیم میشه که یه قسمتش تازه تأسیس دارن میکنن. الان میبینید که از اینجا آلاچیکا نشون شما دارم میدم، خیلی قشنگ و خیلی دیدنی. همینجور میان جلوتر میبینی که یه آبشار سنگی داخلشه، خیلی خوشگل. به علت کم بودن آب، خشکسالی هستش، زیاد استفاده از آبشارش نمی کنن، ولی خیلی خوشگل و طرح زیبا و دیدنی داره که با هم مشاهده میکنیم. خوشگله و درخت های سرسبزی که واقعا اینجا پارک دست یه نفر هستش، خیلی کارش بیسته و دستمریزاد بهش میگیم که زحمت زیادی میکشه. و از این ور چند تا راهرو داره که مشاهده میکنید، خیلی قشنگ، آلاچیکاش تمیز، برای مسافرایی که مثلا از راه دور میان اینجا اقامتن میکنن عصرا یا روزا. و از این ور میریم ببینیم پارک جدیدش هم که خدا رو شکر عالی تأسیس شده، خیلی خوشگل. میز تنیس داره، اونور فوتبال دستی داره و گلکاری های فوق‌العاده و صندلی های زیبا و خیلی خوشگل قشنگ. و این ورم میبینید که تازه تأسیسه، هنوز راه اندازی نشده این چمن مصنوعی برای زمین فوتبال، که امیدواریم هرچی زودتر وسایلش هم آوردن اونجا که به نمایش میذارم. اونن روبرو من دارم میرم طرفش، یه منبع آبه که آب جمع میشه برای این پارک و درخت ها. و از این ورن که این چمن ها میبینید، واقعا دستمریزاد میگیم به شهردار محترم های پایدار که زحمت زیادی میکشه برای این شهر. امیدواریم که موفق باشه در مسیر زندگیش. این چمن ها میبینید آمادن برای بربرداری که به همین زودی انشالله این فنسا برای زمین فوتباله که انشالله که به نمایش گذاشته خواهد شد خدمتون و مورد استفاده مردم عزیز این شهر قرار خواهد گرفت. یا